سلام به همگی، صبحتون بخیر. امروز الان ساعت 11 فکر کنم. باید خیلی سریع حاضر شم برم باشگاه. بعد از اونجا هم میرم پیش غزلینا یه قهوه جنگی بخورم که بعدش برم سر کار. وقتی ماشین نداری دیگه هی نمیای مثلا 200 تومن پول اسنپ بدی، مخصوصا من که راهام هر کدوم یه جای تهرانه خیلی با پول اسنپ بدم. برای همین دارم جدیدن سعی میکنم که مثلا از اتوبوس و تاکسی و اینجور چیزا استفاده کنم که دسترسیش هم واسه من خیلی راحته، ولی خب یکم تایم طولانی تری رو تو راهی قاعدتا. امیدوارم که باشگاه امروز خلوت باشه، بتونم براتون از تو باشگاه هم ویدیو بگیرم. روزم عادت نکردم به تایم کاریم و اینا، با اینکه مثلا ساعت کاریم از ساعت 2 ایناست، ولی چون از اونور کلا تا شب تقریبا نیستم که مثلا بخوام به باشگاه برسم، به دوستان برسم و اینا، باید سعی کنم که از این ور زودتر بیدار شم، همه این کارامو انجام بدم. ولی خب برای منی که همیشه تا ساعت 11 میخوابم یکم کار سختیه. واقعا پیاده روی توی خیابونای شلوغ و دوست دارم. خیلی انگار شهر زنده است. اونجایی که باید واسه باشگاه پیاده میشدم پیاده نشدم و رد کردم با اتوبوس. برای همین دیگه مستقیم اومدم سر کار. خیلی ناراحتم چون که قشنگ لباس پوشیده بودم با انرژیتش. پروسه کار کردنم خیلی نمیتونه براتون جالب باشه چون که بعد دوربینو بذارم یه جا منو نگاه کنید. همین. واقعا خوشم هیچ چیز توی دفتر خراب شده که اینجا بود پر بیسکویت بود اینجا. کدوم خری بیسکویت میخوره خوش گیر کنه تو گلو؟ بذار دوران پادشاهی من شروع شه. ثبت موفق. گفتیم یه کافه دست ما نیست برداشتن برام. یه کافه قرمز برف میایه، خیلی سرده. بچه 150 تومن یعنی پول اینا رو ندیم، خود کاره. وای خیلی حال میده، ولی استرس تو مثلا سر امتحان و اینا شبیه جوشه. آره. خب بچه من رسیدم خونه. الان اگه بتونم یه ناهار کوچولو بخورم که برم حموم و حاضر شم و برم تولد. حالا یه لباسی میخواستم بپوشم که شلوارکش دست غزله و دارم فکر میکنم که خب دیگه اونو نپوشم، یه لباس ساده تر بپوشم. ولی خیلی خستم، خیلی زیاد، از اینکه باید الان حموم برم حاضر شم. امروزم مرخصی گرفتم سر کار نرفتم که به همه این کارا برسم، برم کادو بتونم بگیرم. حموم اینا خیلی طول میکشه. خلاصه که با من همراه باشید. کاش من این زیپمو باز کنم. خیلی هم سرد بود هوا، برف داشت میومد. شانس منه. تولدی هم که دارم میرم تقریبا هیچ کس رو نمیشناسم، بر همین باید یکم اون انرژی جمعیمو ببرم الان بالا که بتونم اونجا معاشرتی چیزی بکنم. تنها زندگی کردن یکی از بدیاش دقیقا همینه که شما چون عادت میکنی به تنها بودن و خیلی حالا با خود حرف نمیزنی و اینا، بخوای بری توی جمع با انرژی جمع کنی بعد بری. اونجوری که مامان بابا همیشه خونن میرسی شروع میکنی حرف زدن اینا، خب خیلی فرق میکنه. جمعه اگه وقت کنم میرم که رینگ لایت و این داستانا یوتیوب بگیرم که بتونیم ویدیوهای بازی طور هم داشته باشیم. الان دقت کنین نور خیلی بده چون که من اومدم توی حال دارم براتون ویدیو میگیرم. خب بچه‌ها من تقریبا آرایشم اینا تموم شده. با ایده لک افتاده الان دیدم. فقط روژمینا مونده. لباسم اومدم اینو بپوشم. خب با اینکه از جلو خیلی ساده است، از پشت این شکلیه
خیلی بامزه است، خودم خیلی دوستش دارم، ولی احساس میکنم برای امشب خیلی آپشن خوبی نیست. کاش میتونستین نظر بدین واقعا. وقتی خونه تنهایی، حتی آریانم خونه نیستش از اون بپرسم. شلوارش میتونم اینو بپوشم، ولی خب نه. شما فکر کنین تو عکس‌ها بخوام از جلو وایسم انگار که اومدم شرکت مثلا. خب به نظرم که این خیلی انتخاب بهتری میتونه باشه. پایش هم حالا انتخاب بتونشون بدم، ولی شلوار داره. میتونم با کتونی بپوشمش. در این حال مجلسی هم هست. حالا ما باز کنم باز بهتون لباس رو نشون میدم. بچه‌های گل من احساس میکنم کفشام خیلی کثیفه. بچه ها امروز اومدیم غزل خواهره ببینیم. منم مریض. بچه درسته مریض شده راستی اگه براتون مهمه. خیلی حالش هم بده. صدا تراکتور میدم. اومدیم روستا سانا که غزل برامون شیرینی درست کنم بخوریم، ولی من چون خب مریضم برام خوب نیست، چاره نیست، بس سوپر روز سفارش بدم. آینتا برامون کچلوار پوشیده، تیپ زده شیک و پیک. ما همه حالمون بده. مرسی از عسل. ما رو دریا. ما همه حالمون بده. من مریضم. آینتا فشارش افتاده. نمیدونم چه اصراری بود که ما روز بیایم بیرون، ولی منم جای خوشمزه. همه هم اینجا شیرینی سفارش میدن بچه‌ها. من نمیدونم چرا. ما چی گرفتیم؟ نون و پنیر رو گرفتیم. حالا چون بهتر خانوم یعنی بس عالی. جدی خوبه؟ نه میریم دکتر برد اینجا همه با هم. Save me, why won't you save me? You gave me your whole self. بیا عسل رو امتحان کن. عسل لامصدق. عسل لامصدق. بچه بچه دار نشید، خیلی همه چی گرونه. احساس میکنم که نباید خیلی بلند بگم چون این کل بچه هست، ولی عجیب همه چیز گرونه. بچه چهارشنبه ولنتاینه. عسل داره با دقت برامون نگاه میکنه که یه خرسی چیزی از دقیقا. اصلا من خرس کدوم داره؟ گردن پاپیونیر میخوام. بچه نظر شما چیه؟ هر جا من میگرم یه پاکت درست حسابی ندارن. فکر کنم باز کن. منم باز کردم. نمیریم موام شبیه. سلام به همگی، خوش اومدین به یک روز دیگه از این ولاگ طولانی. امروز قراره که با دوستای دخترم بریم همگی یه پیرس بزنیم. هر کی یه جاشو می‌خواست بزنه. امروز با هم دیگه هماهنگ کردیم گفتیم با هم بریم. منم یهو دیدم که همه دارن میرن یه جاشو سوراخ کنم، گفتم که خب پس بذار منم برم نافمو بزنم، چون خیلی وقت بود که می‌خواستم نافمو بزنم، ولی همش یه بهونه می‌آوردم اینجوریه که بذار کم ورزش کنم، بذار شکمم خوب شه بعد برم مثلا نافمو بزنم. ولی یکی از دوستام که نافشو داره گفتش که اتفاقا خیلی تختم نباشه بهتره شکمت. برای همین دیگه من یهو تصمیم گرفتم گفتم امروز پاشم برم قال این داستان رو بکنم. ناخونام گرد کردم که اصلا دوستشون ندارم، شاید پستن، ولی فکر کنم چون هنوز عادت ندارم بهشون. تصمیم گرفتم اینو بپوشم. تاپ جدید گرفتم بچه‌ها که اینجا خالی باشه و بتونه که کاراش بشه. اینقدر استرسم احساس میکنم که
بدن من خیلی زود چرک میکنه، یعنی زود کلوید میزنم و اینا و خیلی میترسم که درد سرشه، هی بخواد درد بگیره و اینا. منم یکم زیادی راحت طلبم. هوا هم انقدر گرمه واقعا نمیدونم چی باید بپوشم. بچه موهامم دیشب که رفتم قبل خواب همون بعضی موقع سرمو خم میکنم، از زیر موهامو اینجوری برس میکنم تا بالا، ولی خب یه مقدار هم پفش زیاد میشه هم قد موهام کم میشه چون انگار همه چی رو به بالاه. حالا نمیدونم واقعا باید چیکار کنم الان باهاش. با اینکه قشنگه ها ولی یه کلاهی شالی چیزی بخوام بزنم سرم یکم سخته. ولی خیلی ایده خوبیه وقتی سرتون رو خم میکنین موهاتون خیلی یه دست فرش خوب وای میسته. حالا یه فکری بالش میکنم. خوشبختانه یه کلاه پیدا کردم بچه‌ها که هم اندازه کلمه و خیلی راحت میره تو سرم. بزرگترین کلاهیه که تو زندگیم دیدم. ولی خب خوشحالم چون که من همیشه درگیر این بودم که یه کلاه پیدا کنم که اندازه من باشه. از اونجایی که داریم میریم تجریش و کسی گردن نگرفت که ماشین بیاره، میریم سمت مترو که با هم دیگه بریم چون خیلی ترافیکه. بعد کسی هم حالا مثلا ماشین برداره تو این ترافیک تجریش. امروز شنبه است، به جای امروز دیروز رفتم سر کار که امروز بتونم آف بگیرم که بریم یکم با دوستامون وقت بگذرونیم. دلیلی هم که این چند وقت کلا نیستم به خاطر همینه، چون بیشتری سر کارم. بعد مثلا نهایت دوستامو میتونم خونه ببینم یا میدونین کلا خیلی وقت نمیکنم که برم بیرون یا بتونم براتون تولید محتوا کنم و اینا. ولی رینگ لایتو بگیرم قالش کنده شه که بتونم تو خونم براتون ویدیو بگیرم. اگرم بهم ایده بدین که قربونتونم میرم. دیگه کلمه جدید. همچین هوا گرمم نیست، خوب سوز میاد. اصلا داریم اصلا سلام کن بذارید. سلام. باید با ذوق و شوق بیشتری بگی. دیگه همین کار. منتظر آنیتا و دنیزیم که بیان. نیم ساعت دیگه کرد. نیم ساعت ما اینجا وایسیم داریم سوز میه. خیلی سوز میه. خوشگلا رسیدن. آنیتا خوشگل کرده که سخت‌ترین پیرس رو بینمون بزنه. نه تنها کسی که نمیتونم ولاگش رو بگیرم بچه‌ها براتون. ولی آره الان میافتیم تو ری بچه‌ها. الان میافتیم فاصله رو اگه نشون بدی خوشحال. ما 1 ساعت و نیم فکر کنم تو مترو. چه اشتباهی بود کردیم با مترو بیان. ساعت 5 مثلا 3 اومدیم. الان بریم بالا. اصلا شبه شاید داره برف میاد. این زندگی کلا فرق آی ما بالاخره رسیدیم بچه‌ها. هنوز روزه خدا رو شکر که آفتاب دیرتر توی. آره بعد بریم بالا. من چون پیرسون نمیخوام بزنم فرق داریم پیرسون میزنه. خیلی ترس بچه نذاشتم براتون ویدیو بگیریم ولی ما جفتمون خیلی خرسندیم. این دوتا هم بیاین مثلا اینجا نشستیم نشونتون میدم پیرسانی مچی زدن. خب بچه الان صبح شد و خیلی دوستش دارم. خیلی شلوارم باید فاخوتا باشه، برای همین الان در شلواری که دارم همینه. یعنی اصلا هیچ وقت فکر نمی‌کردم که اینقدر پیرس هم بتونم دوست داشته باشم. ولی خب یکم مراقبت اینا میخواد که الان باید برم سر راه براش پمادینا بگیرم. امیدوارم که چک نکنه چون که الان حالش خوبه. الان نه درد داره نه هیچی. ولاگو همینجا تموم میکنم واسه اینکه برم تو هفته بعد و هفته بعد قراره خیلی متفاوت تر از این ولاگ باشه. خیلی برنامه‌ها براتون دارم. حتما سابسکرایب کنین، لایک کنین، کامنت بذارین، نظرتون تو کامنت ها بهم بگین. خیلی برام مهمه و اینکه قول میدم که ناامیدتون نکنم در کنار این کاری که دارم انجام میدم. حتما یوتیوبم نگه میدارم. توی عید خیلی برنامه‌های بهتری براتون دارم. همین دیگه. میبینمتون تو ویدیوی بعدی ان شاءالله.